خب دوستان، امروز با یه ویدیوی متفاوت در خدمتتونم. گفتم ویدیومون رو با این مناظر شروع کنیم. بعد از یه دوران خیلی سخت و بدی که به هممون گذشت، گفتم بیام بیرون یه ذره حال و هوام عوض شه. بعد وقتی اومدم بیرون دیدم هم هوا خوبه هم مناظر عالیه. گفتم با شما به اشتراک بذارم. البته قبلش یه ویدیو آشپزی قبل از این جریانا گرفته بودم، میخواستم براتون بذارم که فرصت نشد، موقعیتش نشد، نه نت بود نه حوصله داشتیم، حال دل هیچ کدوممون هم خوب نبود. ولی قبلش گفتم از این مناظر براتون فیلم بگیرم، شما مثل من لذت ببرین، بعد بریم با هم آشپزی که یه غذای خیلی خوبه، فکر میکنم دوست داشته باشین، ببینیم. برای همتون آرزوی سلامتی و دل خوش میکنم و امیدوارم که تمام مردم دنیا تو صلح و آرامش زندگی کنن. سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ممنون که ویدیوی روزمرگی های لالا رو نگاه میکنید. ما امروز میخوایم با هم یک کوفته خوشمزه درست کنیم که خیلی خیلی ساده است ولی خیلی خوشمزه است. یه فرق کوچولویی با کوفته تبریزی داره که این کوفته ما لپه نداره، ولی تمام موادش تقریبا مثل همونه، ولی این گیشنیز یه عطر و طعم خیلی خاصی به این کوفتمون میده. حالا بریم با هم مواد اولیه‌اش رو ببینیم، بعد من توضیحات رو موقعی که دارم درست میکنم یه سری قلقا داره که براتون میگم. اگر قلقاشو یاد بگیرین مطمئنم که پای ثابت غذاهاتون میشه. منتها خیلی ها کوفته دوست دارن ولی به خاطر اینکه میترسن وا بره یا اینکه نتونن خوب در بیارن از پختنش صرف نظر میکنن. ولی اگر این نکاتی رو که من به شما میگم رعایت کنین، مطمئنم که یک کوفته خیلی خیلی عالی خواهید داشت. خب مواد اولیه ما، اول از همه گوشت چرخ کرده است که حدود 300 گرمه. بهترینه که گوشتمون چربی کم داشته باشه. اگر که یکی بریزیمش تو غذا ساز، یکی 2 پالس بزنیم خیلی عالی میشه، یعنی اون چربی اضافهش جدا میشه و منسجمتر میشه. بعد پیاز داغ داریم که برای داخل کوفتمون، برنج نیم پز داریم. من از برنج نیم دونه ایرانی استفاده کردم که یه عطر خیلی خوبی به این غذامون میده. پختم با یه ذره نمک و زردچوبه، گذاشتم کامل آبش کشیده بشه، هیچ آبی نداشته باشه، یعنی تمام مواد ما باید آبی نداشته باشه. بذاریم یه خورده تو محیط آشپزخونه تا آب اضافیش تبخیر بشه. گشنیز خورد شده است که من به این اندازه خوردش کردم، یه ذره گذاشتمش تو محیط آشپزخونه تا کاملا خشک بشه، بافتش. یه دونه تخم مرغ داریم. ادویه هامون شامل پایه اصلیش زردچوبه است، فلفل، نمک، یه ذره زیره سبز من برای توی سسش استفاده میکنم، پودر زیره و پودر پیاز. منتها پودر پیاز رو شما میتونید استفاده کنید، ولی من اینجا از داخل خود کوفتم پیاز سرخ شده استفاده میکنم. اینم مواد میانی کوفتمونه که میتونیم به سلیقه خودتون از گردو، زرشک، آلوی خیس شده و پیاز داغ من استفاده میکنم برای داخل کوفتمون. اینم یه دونه پیاز رنده شده برای سس کوفتمون. شما میتونین برای سس کوفته از ربم استفاده کنید، ولی من دیگه از رب استفاده نمی کنم، به جاش از زردچوبه و زنجفیل استفاده می کنم که یه طعم خیلی خاصی به این غذامون میده. خب عزیزان، بریم برای ترکیب کردن.
خب دوستان، الان میرسیم به قاطی کردن مواد با هم دیگه. من اول گوشت چرخ کرده رو میریزم توی کاسه، توی ظرفی که میخوام مخلوط کنم. گوشتم رو میریزم. عزیزان، من یه خاطره خیلی خوب، یعنی هر موقع کوفته درست میکنم این خاطره برام زنده میشه و خیلی برام خوشاینده. برای همین من خودم از این غذای کوفته خیلی خوشم میاد، به خاطر اینکه من وقتی تو سن 12-13 سالگی بودم، من توی یه ویدیو گفتم من پدرم و خدا بیامرز خیلی زود از دست دادم، یعنی 3 سالم بود که پدرم رو از دست دادم. برای همین مادرم خدا بیامرز مجبور شدن که برن سر کار و یعنی از صبح میرفتن تا غروب و منم که خب مدرسه میرفتم. فکر میکنم اون موقع دوم سوم راهنمایی بودم. بعد مادرم چون خیلی دیر میامد نمیرسید غذا درست کنه، ما مجبور بودیم که بیشتر اوقات غذای حاضری بخوریم. من اجازه بدین این دستکشو درارم چون خیلی صدا میکنه. دستامم شستم برای مخلوط کردن و ما مجبور بودیم که بیشتر اوقات غذای حاضری بخوریم. ما اون موقع ها مثل الان نبود که آپارتمانی باشه و بتونیم که مثلا آپارتمان اجاره کنیم. خونمون اتاق بود و ما یه اتاق داشتیم، همسایه رو برویمونم یه دونه اتاق داشتن. ایشون خونه دار بودن. هر دفعه می اومدیم خونه غذای گرم و خونه گرم، چون خونه بودن و اینا همیشه بوی غذای خوبی از خونهشون می اومد. یه روز من بهش گفتم که اسمش هم سدی خانم بود، بهش گفتم که سدی خانم چجوری میشه، یه روز کوفته درست کرده بودن برای من کوفته آورد. بعد بهش گفتم که سدی خانم چجوریه، شما چجوری کوفته رو درست میکنی؟ به من گفتش که باشه بهت یاد میدم که چجوری کوفته درست کنم. و هی اصرار کردم که نه خب الان بگو اینا. گفت نه بهت میگم ولی الان بهت نمیگم. بعد فردا شد، فکر میکنم فردا یا پس فردا شد، دیدم که برای من اومدم از مدرسه. بعد دیدم چراغ خونم، یعنی اتاقمون یه چراغ نفتی داشتیم برای گرم کردن. چراغ روشنه، روش قابلمه غذاست، چه بوی خوبی هم میداد. بعد استکانه و نلبکی ها شسته شده اینجوری دمر شده روی سینی. باورتون نمیشه، شاید بهترین صحنه، یعنی لذت بخشترین صحنه‌ای که من توی عمرم یادم مونده این صحنه بود که اومدم خونه، میگم غذا حاضر، خونه گرم، چراغ روشن. اونجا به هم گفتش که حالا این کوفته رو بخور بهت بگم که چجوری درست میکنی. اون لحظه بود که واقعا یعنی بهترین کوفته عمرم رو من خوردم، شاید بهترین غذای زندگیم بود. یعنی الان فکر میکنم چجوری میشه کسی که واقعا تخصصی توی همچین کاری، نه روانشناسی بلد بوده، یه خانم عامی معمولی میتونسته به این قشنگی یه چیزی رو یاد یه بچه 12-13 ساله بده. خلاصه یادم داد که چجوری کن، چیکار کن، اینجوری میشه اینجوری. بعد اون لحظه این تلنگر تو ذهن من خورد که من دیگه خودم بعد از این شروع کنم به غذا درست کردن. شب که مادرم خدا بیامرز اومد بهش گفتم که مامان من دیگه میخوام خودم غذا درست کنم. گفت، مادرم هم استقبال کرد، گفت میتونی مگه؟ گفتم آره مامان میتونم، یه چیزایی بلدم. گفت باشه. بعد دیگه چیز شد، از اون به بعد مادرم خدا بیامرز برای من پول گذاشت، من رفتم خرید کردم و اومدم دیگه شروع کردم هر غذایی رو هم که بلد نبودم درست کنم از سدی خانم میپرسیدم، ایشون هم منو راهنمایی میکردن و دیگه از اون به بعد یعنی انگار مسئولیت این زندگی افتاد رو دوش من شروع کردم به غذا درست کردن و شروع کردم مثلا خرید کردن، میرفتم وسایلی که برای اون روز لازمه میخریدم میآوردم و
دیگه ظرفای شب قبل رو میشستم، دیگه خود خونه رو جمع جور میکردم. حالا نه خیلی عمقی، ولی خونه رو جمع جور میکردم، چراغ رو روشن میکردم و منتظر میموندم تا مادرم بیاد از سر کار. این شد که این خانوم بدون اینکه خودش متوجه بشه بالاترین درسای زندگی رو به من داد و من احساس میکنم از اونجا بود که من واقعا احساس کردم مستقلم، باید مستقل باشم، باید بتونم از عهده خیلی از کارها بر بیام. ببخشید که سرتون رو درد آوردم. حالا میریم که بقیه مواد رو با هم مخلوط کنیم. من یه دونه تخم مرغم داریم که این تخم مرغم میشکنم روی موادم و مواد رو بعد از اینکه ادویه ها رو جدا ریختم داخلش کاملا ورز میدم. ادویه هامونم که گفتم من زنجفیل دارم، اینو میریزم، پودر پیاز، زردچوبه و فلفل سیاه و نمک. این زنجفیل رو من میریزم توی آبش. حالا مهمترین قسمتش اینه که شما این مواد برای سسشه. الان من کاملا این مواد رو با هم ورز میدم که قشنگ به خورد هم دیگه بره. خب دوستای عزیز، ما الان مواد کوفتمون رو قشنگ ورز دادیم طوری که قشنگ چسبنده شد. حالا ما یه مقدار ازش برمیداریم به اندازه یه دونه نارنگی توی دستمون کامل ورزش میدیم طوری که ببینین اینجوری فشرده بشه، هوایی داخلش نمونه. ببینین چقدرم چسبنده است. خب وسطش رو خالی میکنم، اینجوری گودش میکنم. از این مواد آلوی خیس شده سلیقه موادش یه خورده، یه دو تا آلو، یه ذره زرشک، یه دونه گردو و یه ذره پیاز میذارم داخلش. حالا اینجوری میارم لبه هاشو به هم میرسونم و طوری جمعش میکنم که مواد داخل کوفته کاملا پوشیده بشه و اینجوری فشارش میدم طوری که هیچ ترکی روش نباشه، هوای داخلش هم خالی بشه. ببینید به این شکل. الان هیچ ترکی روش نیست. حالا یه دونه دیگه هم براتون درست میکنم. باز به اندازه یه دونه نارنگی برمیدارم، یه ذره تو دستم بهش فرم میدم مثل قبل، داخلش رو اینجوری گود میکنم. حالا باز 2-3 تا آلو میذارم داخلش. من آلوها رو یه حدود یک ساعت خیسش کردم. آبش هم نگه میدارم برای مواد سسش. گردو و پیاز داغ. دوباره میبندمش. طوری که موادش معلوم نشه. دوباره توی دستم فرم میدم طوری که هیچ به این شکل. البته تا سسمون آماده شه یه خورده میذاریم توی یخچال که خودشو بگیره. خب عزیزان، من پیاز رو گذاشتم سرخ بشه به این حالت که در اومد. زردچوبه، فلفل سیاه به اندازه هر کدوم شکلی قاشق چای خوری. ادویه مهمی که الان داره زیره است. من زیرم توی آبش میزنم، خیلی خوش طعمش میکنه. شما اگه دوست داشتین بزنین، دوستم نداشتین میتونین حذفش کنین.
چون فقط ادویه‌ای که بهش طعم میده همین زیر است، خود گشنیز که طعم داره. یه ذره رب و یه ذره پوره استفاده میکنم، زیاد همینقدر کافیه. رب زیاد نمیخواد بریزیم که رنگش رو تیره بکنه، چون میخوایم یه ذره هم پوره گوجه میریزیم، به اندازه 2 تا قاشق هم پوره گوجه میریزیم، خیلی خوش افزایش میکنه. یه ذره تفت میدیم رنگش باشه. خب دوستان، نمک هم اضافه میکنم تو این مرحله، زیاد نه، یعنی اندازه همون یه قاشق چای خوری که بعدا میتونیم بچشیمش. آلوهایی هم که اضافه مونده بود اونا رو هم میریزم داخلش، خوش طعمش میکنه. اون آبی هم که مال آلوها رو توش خیس کرده بودم میریزم توی سسش، خوش طعمش میکنه. آب اضافه میکنم، آب ما جوش اومد. حالا کوفتایی که از یخچال در آوردیم میذاریم داخلش. نباید آب سس ما بیاد روی کوفته ها رو بگیره. تو این مرحله تا نیم ساعت اول اصلا در آبلمه رو نمیذاریم تا کوفته ها خودش رو بگیره. بعد زیر کوفته ها رو هم کم میکنیم. نیم ساعت آخر درش رو نیمه باز میذاریم. این نکته خیلی مهمیه. خب دوستان، غذای ما هم آماده شد. همونطور که میبینین بدون اینکه وا بره ما یه کوفته خوشمزه رو آماده کردیم که اگر اون نکاتی که گفتم رو رعایت کنیم به همین صورت، به همین قشنگی کوفته هامون آماده میشه بدون اینکه وا بره. ممنون از شما که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر که از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم کامنت بذارین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگولرم بزنین تا ویدیوهای بعدی من برای شما نشون داده بشه. ممنون از لطف و همراهی شما. تا یه ویدیوی دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون.